ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که اولین گروهی که وارد بهشت میشن صورتشون مثل قرص ماه شب 14، مثل زمانی که دیگه ماه قرص بدر. اولین گروهی که وارد بهشت میشن صورتشون مثل ماهتاب شب بدر، ماهتابش شب 14 که قرص میشه 14 و 500. این اولین گروهی هستن که وارد میشن، یعنی اینقدر صورتشون درخشندگی داره، میدرخشه، نورانیه. ثم الذين يلونهم على اشد كوكب دري في السماء اضاءة. گروه دوم که وارد میشن که بعد از اونها هستن، میگه مثل شدیدترین ستاره‌ای که میدرخشه و قویترین ستاره‌ای که میدرخشه و نورافکنی و پرتو افکنی میکنه. این گروه دوم. حالا دنبالش بشنوید. لا یبولون، اهل بهشت ادرار نمیکنن. این عوارضی که تو دنیا هست تو بهشت نیست. لا یبولون، تبول نمیکنن، بول ندارن، ادرار ندارن. ولا یتغوطون، مدفوع هم ندارن، یعنی تا خوردن برن دستشویی عوارض بیرون بدن. پس چطوری دفع میشه؟ کجا میره؟ آبی که خوردن کجا میره؟ غذایی که خوردن کجا میره؟